ایجاد کنیم فاصله جاوید موتر بیار اینجا صاف کن موتر نزدیک نه نه راه داره موتر بیار اینجا موتر بیار موتر باشین شما هدف از این مظاهره و هدف از تظاهرات در شرایط فعلی دروغ امریکا که ایمن الظواهری در افغانستان کشته شده در حالی که ایمن الظواهری به افغانستان وجود ندارد و کشته شدن وی سخن بعید و دروغ است. حمله امریکا در کابل دال بر ناکامی امریکا و خلاف قوانین بین المللی است. بر اساس توافقنامه دوحه که امریکا در افغانستان بدون مشوره هیچ حرکتی انجام ندهد، پس حمله طیاره بی سرنشین امریکا در کابل خلاف را آشکار به توافقنامه دوحه است. امارت اسلامی ما را میخوان بدنام بکنن. ما نیاز به جوانهای نیرومند با ایمان، با عقیده، با الگو که سیره مرگ بر خائن بشریت، مرگ بر جوایدین خائن. به بهانه‌های مختلف توافق دوحه را غرب نقض کرده و چندین موارد دیگر که حمله اخیری بوده که به عنوانی که من رهبر القاعده را زدیم در کل حقیقت نداشته و رهبر القاعده در افغانستان حضور نداشته، چی برسه که ما او را بگیم کشتیم. به هر عنوان حمله غرب محکوم است و ملت ما به تمام معنا در مقابل این حرکات دشمن غافل نیستند و اینها واکنش نشان دادن و گفته میشه که شیشه را هرچند بشکنانی تیزتر میشه. غرب امتحان خود داده، دوباره چی میخواه؟ با این ملت هر کس و هر کشوری و هر زورگویی که قلدری کرده و از طرف این ملت کوبیده شده. با تمام یعنی نظامی و شوکت و عزت خود 48 کشور در این کشور یعنی شما اشاره کردید. بدانم و بفهمم که مخالف ایالات متحده امریکا هست، من اونها رو میکوبم. باید بدانم اگرچه دنیای کفر ادعا دارد که ما ایمن ظواهری را به افغانستان کشتیم، این بالکل دروغ است، کذب محض است. بالکل القاعده به افغانستان وجود ندارد، نداشته و هم وجود ندارد. هدف امریکا این است که ملت مظلوم افغانستان را نابود بکند و از بین ببرد. این را هرگز ملت افغانستان اجازه نمیدهد به هیچ وجه، به هیچ عنوان که ملت افغانستان را کفار جهان و ناتو از بین ببرد. ملت مظلوم افغانستان امروز بیرون شدن به خاطر رد شایعات کفر جهان اسلام. تجاوز کرده، بیرونت کرد، بینی روس را به خاک خون مالید و تو را هم از حریم افغانستان بیرون کرده و باز میخوای که ملت مظلوم را بیچاره و در خاک و سر کنی. ما این من به حد اجازه نمیتیم تو را و بینیت را به خاک خون میکشیم. جوایدین کاذب است. سلحشور و مسلمانی افغانستان ایمن الظواهری وجود نداره، کذاب دروغ گفته، ثابت نمیتونه، اگر نباشه همه چیز بریشه است. امریکا امروز یک شوبین طالب، امارات یک شوبین دوربینش جای را میزنه، عکس میگیره، نشان میده. این تاره بسرنشینش هر جایی که مورد حمله قرار بتونه توسط اما اسناد دقیق معلومات میده. کذب محض است. میخواهد که باز ملت ما را یعنی
مختل بسازه، ما را مشکل پیدا بکنه، خدا به قرش بگیره. انشاءالله ناکام است، ناکام است، ناکام است. کامره ها شبکه برادران منتظر باشند. چیزی که جو بایدن میخواهد دوباره علیه افغانستان تروریسم نماید، بهانه ای که شبکه القاعده ایمن الظواهری در افغانستان است، ولی یک کذب محض بود که امروز لله الحمد آشکارا و در تمام رسانه ها آشکارا شد که جو بایدن کذب محض و دروغ گفته است که ایمن الظواهری در افغانستان نیست. ولی چیزی که مسلمان های افغانستان از تمام مسلمان های دنیا میخوان یک همپارچگی و وحدت اتفاق مسلمان ها علیه اشغالگران تاریخ است. آنها بار دیگر میخوان که به بناهای مختلف در افغانستان تجاوز کنند و به گونه دیگری.